خوش آمدین ماما جان، صفا آوردین به خانه ما. سلامت و آرام باشین، بخیر باشین. به حضورتان آمدیم که این بچه را پیشتان آوردیم که این بچه ما را ببینین، میره به غلامیتان قبول کنید. قدمایتان روی چشم ما و در همه آمدنتان برای ما کلی ارزش است. نه غلام دارم، نه مزدور دارم، نه مزدور کار ندارم. گفتنی ما این نیست که شما ایره در مزدورتان قبول کنید. منظور نیست که دوماتان قبول کنید. یعنی شنیدم چند جای خودتان نفرشناس هستین، یک بچه مرا ببینین که چه رقم قیافه داره، چه رقم چهره داره، دیگه این که چه عملات داره خودتان نفرشناس هستین. این بچه جور تعلیم است. والا بچه تو قیافه جمعیتات ها، نفرای یلگر، نفرای ودر، زن کباب، نفرای دوست میخوره چیری از این رقم موتاتی ولو چگیری قمار بازی برای فامیلی. قدمتان روی چشم ما دختر ندارم که برای بچه تو بیتم. دیگه خوش آمدین، دیگه ما دیگه گفتنی چیز دیگه نداریم. کاکا جان خوب گفتی، ما خو از دختر خوشم نمیاد. اگه میشه اون بچه تو برای من خوب گفتی. بچه انسان هستی یا نیستی؟ همین شیری آدم خوردی نخوری تو. چه رقم انسان هستی که اصلا تو میفهمی؟ جان اگه اجازه باشه خود دلی مرز زنگ باشه. پاک ما کنی رو نگشته ایم. بعد 100 دفعه گفتم برای من زنگ گرفته حداقل زنگ گرفته ما خوشو بکنم.